دوئل دو کشتیگیره قد بلند و فابریک و بدون ذره تزریق، صاف و بک و بدون دستانداز رو در وزن زیبای 85 کیلوگرم میبینه. چوچان و جواهری در قصد در مقابل آنشلی با دومنده قرمز. به 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 یا کران جلالمی قلبش میگیره و خوابونتش. تو بدهیره نگاه. اما آیس فاش گذاشتم جز کشتی به چیز دیگه نگاه کنین. من ده علیرغم میل باطنی مجبورم کشتی برون مرزی را از هیروشیما ژاپن گزارش کنم. وقتش رسیده که دیوانه بشم و بزنم به سیم آخر. نگاه کنید یا خیلی داغه این کشتی. انقدر داغه که دست و پام شل شده و زبونم قاصر شده. استغفرالله این چی فندیه؟ آبی بسیره قرمز برویه. الان ببینم بره دومنده آبی لهش کردی پاچو. کاش ما یه حمال قرمساق تو چک بودم و زیر دست و پاتن جون میدادم. شاعر میگه مثل تموم سینگلا حال منم خرابه، مثل تموم وقت مویم امشب تو خوابه. حالی واسم نمونده، دنیا واسم سرابه. داد میزنم حسابی جایمون رو توشک خیلی خالیه. نگاه کنید به صورت ششونوی قف شدن. من و این همه خوشبختی محاله. خدا بهت امتیاز مدم. 85 امتیاز به آبی، 75 امتیاز به قرمز. یا موسی کوتاهی دستشو بندازه لای جعبه فیزه 206 آلبوله یه خمش رو خم کنه. خواهر اومدن اونجا نه خطاست. بی وجدان خطاست. آب سنگیره برم کلم داغه. خیس شدم از عرق و استرس. اوی بلبل شوقم هوای نغمه خانی میکنن. طاقتم لبریز شده. زنگ بزنه ناصر کیسه کش بیامونه ببره همون دوش آب سر لازمم. طاقت نبینم دخترم. هلوی قهرمانم بره اجرای فند فتیله بش. ای جانت بگردم. هلوی آبی رو شلیده کرده. فند فتیله روش اجرا میکنه ولی شطور بینن در بمبدانه. همینجا بمون. مثل دو تا پیشی همدیگه رو در آغوش گرفتن رو هم درم فن بزن. به اونجا پیشی چه کار داری؟ خطاست. گل من آسیت نکنی. تکون نخور چه لحظات حساسی. بذار زاویه‌مو درست کنم. تکون نخور. آقای دامن ببین چی گذاشتی تکون بخورم. کاشم شب بیام بخوابم. سه نفری با هم بریم شمال کنار دریا کشتی بگیره. یکی برسه به دادم، یکی یه دکمه آف عاشقی ما رو بزنه.